تو هم وارد شدن به اکانتت برات سخت شد و ارورهای متنوع دریافت میکنی و دوست داری دوباره وارد اکانتت بشی، تا آخر ویدیو هم باش. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من جیجی بابجی هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و چیزی نیست جز حل ارورهای پابجی که چند نمونهشو اینجا میبینید و چند تا روش کاربردی آوردم که میتونید باهاش این ارورها رو رفع کنید و به راحتی وارد پابجی بشید. پس قبل از اینکه ویدیو شروع کنیم یه زحمت بکشید این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اگرم نظری، سوال و انتقادی داشتید حتما تو بخش کامنت ها بنویسید، جوابتون رو میدیم، معطلتون نمیکنم. بریم که داشته باشید. خیلی خوب، مثل همیشه بریم یه سری توضیحات و نکته ها رو اول بگیم و حدوداً یه هفته میشه که دوباره پابجی مثل سری قبل سختگیری ها رو بیشتر کرده و ورود به اکانت رو برای ما مشکل ساز کرده و همونطور که گفتم امروز چند تا روش رو آوردیم برای رفع این ارورها و چند تا نکته رو باید به شما بگم که بدون. اول اینکه شما باید یه فیلتر شکن یا DNS قوی داشته باشید که پیشنهاد من به شما الکترو تو ادامه میگم باید چیکار کنید، فقط این نکته رو اون گوشه ذهنتون داشته باشید. و نکته دوم، حتما همراه با من پیش برید. برای این کار بهتون پیشنهاد میکنم یوتیوب رو به حالت پنجره یه گوشه از صفحتون بذارید و قدم قدم اونجور که من میرم و میگم پیش برید. و نکته های دیگه هم تو ادامه ویدیو میگم، اصلا ویدیو رو جلو نذارید چون ممکنه براتون مشکل ساز بشه. بریم تا ادامه ویدیو و آموزش. خب رفقا، بریم تا آموزشمون که نیاز به فیلتر شکن قوی و برنامه تنظیمات داریم که من اکسپرس وی پی ان رو به شما پیشنهاد میکنم که باید بخرید. حالا اگه وی پی ان رایگان با سرعت بالا داشتید اشکالی نداره، میتونید به اون برسید. خب برای قدم اول شما باید وارد برنامه تنظیمات بشید که قطعا همتون دارید. وقتی وارد شدید شما باید زبان گوشیتون رو انگلیسی کنید. میتونید تو قسمت سرچ زبان رو سرچ کنید. اگه زبانتون فارسی هست زبانتون رو تغییر بدید که حالا من زبانم انگلیسیه. وقتی وارد تنظیمات شدید میاید و وارد بخش APPS یا همون برنامه ها میشید. وقتی که وارد این بخش شدید که سامسونگ برنامه های شما رو بالا میاره، بعد تو شیائومی یه همچین صفحه میاره، شما باید وارد منیج APP یا همون مدیریت برنامه ها بشید. وقتی وارد شدید یه مقدار صبر میکنید تا برنامه های شما بالا بیاد. وقتی که بالا اومد تو قسمت سرچ میاد و به انگلیسی سرویس رو سرچ میکنید، همینطور که میبینید به چه شکل نوشته میشه. وقتی سرویس رو سرچ کردید میاد یکم پایین اینجا گوگل پلی سرویس میبینید عکس پازل ماننده، واردش میشید و در این قسمت شما باید اینو کلیر دیتاش کنید. ولی قبل از اینکه بخواید کلیر دیتاش کنید حتما حواستون باشه که ایمیل هایی که دارید با رمزشون یک جای یادداشت کرده باشید، چون امکان داره بعد از اینکه این برنامه رو کلیر دیتاش کنید ایمیل های شما از دستش خارج بشه. وقتی که بزنید کلیر دیتا یه همچین صفحه میاد، روی منیج اسپیس میزنید، حالا روی کلیر آل دیتا میزنید، تمام دیتاش حذف میشه و بعد حالا وقتی وارد همچین صفحه شد یه مقدار قاطی میکنه، فیلتر شکن شما قطع میشه، خارج میشه از برنامه، میاد و دوباره فیلتر شکنتون رو وصل کنید. حتما حواستون باشه در بین این که دارید این مرحله رو پیش میرید فیلتر شکنتون خاموش نشه، به سرور قوی وصل میشه. وقتی که وصل شدید حالا میاد دوباره تو صفحه گوگل پلی سرویس و اینجا از این قسمت آپدیت هاش هم حذف میکنید. حالا من میزنم روش تا آپدیتش رو حذف کنم و توی گوشی سامسونگ هم میتونید از اون بالا روی 3 نقطه بزنید، از اون قسمت آپدیتش رو حذف کنید. حالا میایم خارج میشیم، یه مقدار صبر میکنیم، دوباره فیلتر شکنمون خاموش شد بعد اینکه آپدیتاشو حذف کردیم. وقتی فیلتر شکنتون وصل شد دور میاد تو صفحه سرچ برنامه ها پابجی رو سرچ کنید، خود بازی پابجی. وقتی سرچش کردید وقتی که اوورد واردش بشید و اینجا حواستون باشه اصلا کلیر دیتا نکنید، بعد شما کلیر کش کنید، کشش رو پاک کنید و میزنید روی کلیر دیتا و در این قسمت روی کلیر کش میزنید. کلیر آل دیتا رو اصلا نزنید چون امکان داره ایمیل ها و اکانتاتون همه اینا فنا بره. حالا وقتی که زدید میاد چیکار میکنید؟ دوباره میاد تو صفحه سرچ برنامه هاتون پابجی رو پاک میکنید و سرچ میکنید گوگل پلی. وقتی گوگل پلی رو سرچ کنید اینجا چند تا برنامه شما باید وارد گوگل پلی گیم اولین برنامه بشید. وقتی وارد شدید اینجا حذفش میکنید، از این قسمت آن اینستال رو میزنید و حذفش میکنید. وقتی حذفش کردید میاید وارد چنل تلگرام ما میشید که لینکش داخل دیسکریپشن همین ویدیو هست
حتما اصید چو اخبار و برنامه و فایل های ویدیو جدید رو اونجا میذاریم. همچنین یه گپ داریم اونجا، اگه سوالی داشتید میتونید بپرسید. روم های جایزه دار داریم، چالش های جایزه دار داریم. حالا کاری نداریم، وقتی وارد کانال تلگرام ما شدید یه برنامه اونجا گذاشتم، همین گوگل پلی گیم نسخه قدیمیش، اونو دانلودش میکنید و بعد نصبش میکنید. حالا من دانلودش کردم، میذارم و نصبش میکنم. خب وقتی که نصب شد حالا ثبت میکنیم، داره برای یه سری سکیوریتی و این کارا انجام میده. کارا رو میایم بیرون و وارد خود همون گوگل پلی گیمز میشیم. اینجا یه مقدار که ثبت کنید یه صفحه میاد، شما باید دسترسی به ایمیل رو بدید و اینجا رو کانتاین میزنید و از اونجایی که گفتم امکان داره ایمیلتون بپره، شما باید که این صفحه‌ای که میاره لاگین کنید، اسم و رمز ایمیلتون رو وارد کنید که حالا من وقتی انجام دادم میاد وارد صفحه اصلی میشید. حالا میبینید که ایمیل من به درستی اومده اینجا. حالا کار نداره، میاد و وارد بازی میشید و از اونجایی که من این ارور رو دریافت نکردم با یکی از بچه‌های چنل پیش رفتیم که این ارور داشت و به راحتی با این روش این ارورش برطرف شد و میتونید به راحتی وارد بازی بشید. خیلی خب بریم سراغ رفع ارور نتورک که به شما ارور نتورک میده، نمیذاره وارد اکانتتون بشید. شما باید مرحله اول به یه فیلتر شکن قوی وصلید. وقتی که به فیلتر شکن قوی وصل شدید وارد صفحه لاگین میشید، میزنید و بازم اجازه نمیده به شما، هیچ کار نمیکنید، میذارید تو همون صفحه بمونه. خارج میشید و وارد برنامه الکترون میشید که اینم داخل چنل تلگرام گذاشتم، حتما اونجا عضو بشید چون برنامه ها رو اونجا میذارم. وقتی که وارد برنامه شدید اینجا وصل میشید بهش، میبینید یه صفحه دایره مانند آورده، اونجا کلیک میکنید و از شما یه دسترسی میخواد، روی اون میزنید و وصل میشه. وقتی که وصل شد حالا وارد پابجی میشید و دوباره لاگین میکنید و میبینید دیگه هیچ اروری نمیده. ارور نتورک ارور خاصی نیست، به راحتی میتونید رفعش کنید و وارد پابجی بشید. خیلی خوب، رسیدیم به آخر ویدیو. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید و اگه شما روش دیگه رو پیش رفتید و تونستید این ارورها رو رفع کنید، حتما اگه زحمتی نیست تو بخش کامنت ها به بچه‌ها توضیح بدید، یا میتونید فیلماتون رو تو تلگرام به این آیدی که اینجا میاد بفرستید که من بذارم تو کانال تلگرام، بچه‌ها ازشون استفاده کنن. و مثل همیشه اگر چنل ما خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اگر هم نظری داشتید حتما تو بخش کامنت ها بنویسید. و تا یه ویدیوی دیگه بدرود.